دوستان و یاران همیشگی سلام. ساعت 2 بامداد در حال آبیاری گندم به این شکل به صورت قرقابی. البته که الان نباید به صورت قرقابی تو ایران آبیاری کرد، ولی چاره ای نداریم، از اجبار داریم این کارو میکنیم، چون که نه هزینه آبیاری قطره‌ای رو داریم نه امکاناتشو. چند لحظه پیش 2-3 قلاده گرگ دیدیم ما اینجا. جاتون خالی. چه سکوتیه، چه سکوتیه. قربون همگیتون برم. آقا از کانال ما دیدن کنید. سعی میکنیم از این بعد تنوع و محتوای بیشتری داشته باشیم. سابسکرایب و فالو لطفاً یادتون نره. دم همگیتون گرم. خدا نگهدار.